اینجا اون زمان دیدی زیر زمین بود. زیر زمین واسه کالای چی بود؟ زیر زمین هم انبارشون بود هم حمامشون بود. بریم حمام میبره بریم مثلا زیر زمین بود، زیر زمین 12 فامیلی، 12 خانواده اینجا زندگی میکردن. اینجا وان حمومش بود، حالا مکان حموم این ور بود، این ور خرابه شد، اون ورم انبار آخره، دوباره اون ورم یه هواکش داره به پشت حیاط. یعنی هر دو واحد بالا از این استفاده میکردن. بعد ترجمه به معنی نه بیشتر اسم خواننده ها بود و گوگوش اینا، مالک اصلی این چیزا بود دیگه. این زیرزمین آقای کاظمیشون بود. اینجا طبقه بالاشه، طبقه بالا، خونه های بالا، یکی چپ یکی راست. همه یه دونه ورودی و یه دونه. اینجا بیشتر حال میذاشتن، اینجا اتاق خواب بود، اون آخری همیشه آشپزخونه بود. این آخری آشپزخونه بود، اینم دستشویش بود. نه همون پایین بود، همه پایین بود. باشگاه چیزسازی این بغل بود اول. محمد اینم دقت کردی هر واحد اینجا نکن؟ نه چوب قدیمی بیا تا اینجا میخوام بریم. اینجا نکن، دوباره اینجا یه پله دیگه اینطوری میخورد میرفت بالا. این پله تخریب کرد. بیا نترس. بیا تمام شد. نه اونطوری قویه، اونطوری محکم. من اونطوری گفتم بالا بریم. میتونی بیای بالا؟ نه تمام تنش آلوده میشه آمد. تمام میکروب قسمت تمام شد دیگه. انگوش باید جو دور نه اینطوریه. این بر راست می دهنه این بر باز شد. نمای از خود چیزسازیه که تبدیل به یه خرابه شد. اینم نمای از جایی که زندگی میکردن آدماش، اینم خرابه شد. اینم از این بخش که الان داریم میبینیم. اینجا هم بدتر از خرابه. اومدی؟ این من میدی چرا خراب شد؟ چون سخت نداشت، بارون خورد. میدی وگرنه اینجا قرار اینجا دیدی اینجا محکمه. اینجا بارون خورد، شب بارون میاد مثلا میاد.